پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده که زن با 4 چیز بهش نکاح میشه. 4 عامل برای نکاح زن هست. یکی جماله، یکی ماله، یکی حسب و نسب، یکی دینه. دین که از همه مهمتر 4م قرار داد، باید اول قرار میداد. بعد گفته فاظفر به ذات دین تربت یداک، خاتمه. اصل العبرة بالخواتیم. شراح حدیث میگن که چرا دینی که باید اول میگفت آخر گفت؟ به خاطر که دید ما همه تو چشم ماست. اول به جمال نگاه میکنیم، اول به مال نگاه میکنیم، اول به حسب نگاه میکنیم، حسب و نسب. دختر فلانیه، خان منطقه است. تو بعضی مناطق دیگه زن از سید به کسی نمیدن. شما جز سیدا نیستید، یعنی جز آدما نیستیم. ما معذرت میخوام، یعنی جز مسلمانان نیستیم. یا زن مثلا اونا شیخا هستن، یا اونا پاسالار هستن، یا اونا فلان هستن. یه تقسیماتی. گفته به خاطر 4 چیزش. دینش، اصل دینه. دین چون که اصل در برگرنده هر ستاست. اصل دینه. گفته فاظفر به ذات دین. اگر طهارت و پاکی و ارزش‌های خوب و اخلاق خوب و عفت و پاکدامنی داشته باشه، دیگه باقیش حله. پیامبر صلی الله علیه وسلم در حدیث قدسی وعده داده، گفته خداوند گفته که عزوجل گفته که من از 3 نفر حمایت میکنم. از 3 نفر من حمایت میکنم. یکی مجاهدی که در راه خدا به خاطر اعلای کلمه خدا چه؟ جهاد میکنه، نه به خاطر شهرت و نمیدونم غنیمت و مال و اموال و موقعیت نمیدونم فلان که بعد فرماندهش بکنن. دوم، بردگی که مکاتبه میخواد چه؟ بنویسه با سیدش خودشو از بردگی آزاد بکنه. گفته اینم نصرت میکنم. و سوم، از جوانی که از ترس بی‌عفتی از خدا میترسد، این که دامانش لکه‌دار بشود، به خدا پناه می آورد با پناه آوردن به ازدواج. جوانی در فشار واقع شده به ازدواج پناه می آورد که چه؟ خودشو در پناه و حفظ خدا قرار بدهد که از بی‌عفتی و لکه‌دار شدن دامنش نجات پیدا بکنه. گفته من اینو نصرت میکنم، حتی اگر فقیر باشه از نزد خودم و فضل خودم غنیش میکنم. این یکونوا فقراء یغنیهم الله من فضله. شیخ هم اشاره کرد برای ازدواج مال لازم نیست. برای ازدواج مال لازم نیست. ولی امروزه کسی مال نداشته باشه؟ ما در کشور خودمون 12 میلیون نفر جوان در ترافیک ازدواجن. برید آمار رو بپرسید. سالانه 600 تا 650 هزار ازدواج در ایران صورت میگیره. الان 12 میلیون تو صفن. 12 میلیون جوان الان تو ترافیک ازدواجن. سال 600 تا 650 هزار، 700 هزار. بیشتر ازدواج شکل نمیگیره در ایران. یه فاجعه است. اگر جوان نتونست ازدواج بکنه، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده که هرچی آمار مجردا بیان پایین، آمار متأهلا برن بالا، آمار جرم و جنایت و ناامنی و دربدری و پریشانی و معصیت میاد پایین و آمار امنیت میره بالا، آمار جرایم کم میشه. اینجا اکن من تردون دینه و خلقه فزوجوه. اگر دین و اخلاقش راضی بودینش بدید. اگر این کار نکردید منتظر فتنه‌ای در خانواده خودت باش. اول گفته فتنهش خانواده خودت رو تهدید میکنه. الان دیگه رسم شده که به اندازه سال تولدش مثلا حالا فلانه سکه بهار آزادی، سال تولد چنه؟ سال فلان 1000 نمیدونم 300 و فلان 1300 و نمیدونم 42 سکه. همینطوری یه رسم و رسوماتی 2000 شاخه گل رز، یه چیزایی میارن تو برنامه همینجوری